سلام دوستان گل، امروز اومدیم تا آینده نات کوین رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینین دوستان، خیلی شایعات پر شده تو فضای مجازی که آره نات کوین راه به جایی نمیبره، نات کوین فقط یه سرگرمیه، نات کوین و خیلی چیزایی که مطمئنم همتون شنیدین راجع به نات کوین که هر 1,000,000 تاش برابر 1000 تومن شده و چند تا صرافی قیمت گذاری کردن. اصلا اینجور نیست دوستان. ببینین، اولا اینکه اگر چیزی باشه قیمت گذاری باشه، خود چنل رسمی نات کوین اعلام میکنه که هنوز هیچ چیزی راجع به قیمت اعلام نکرده. ببینین دوستان، ارز قبلی تلگرام که ارائه کرده به اسم تون کوین، اونم همینجور بود. همه میگفتن این ارز به جایی نمیرسه، این ارز اصلا به درد نمیخوره. ولی الان هر واحد ارز تون کوین برابر با $2 خورده یه دوستان. $2 خورده ای چیز کمی نیست. و اینکه با توجه به بازخوردایی که ارز نات کوین داشته، حتی تعدادش هم شما بخواین حساب بکنین، تعدادش کمتر از ارز شیبا هستش. تعدادی که ماین شده، وقتی تعداد ماین شده کمتر باشه قطعا قیمت بیشتری خواهد داشت. عرضم به حضورتون که فقط این که اینو میتونم بهتون بگم، اصلا تلگرام نمیاد خودشو به خاطر این ارز خراب بکنه و اینو یه بازی و یه سرگرمی در نظر گرفته باشه. یقینا اینطور نیست و این ارز قیمت گذاری میشه تا چند وقت دیگه. الان فقط تا میتونین جمع کنین، ماین کنین، فقط تا میتونید جمع کنید که ممکنه اولش وقتی که لیست بشه قیمت خیلی پایینی داشته باشه، اما با گذر زمان و چند وقت که بگذره، به مرور 1 سال یا 2 سال، قطعاً رشد چشمگیری خواهد داشت. اینو تاکید میکنم دوستان. به شایعات اصلا گوش ندید، هنوز هیچ قیمت گذاری نشده. عرضم به حضورتون که همین دیگه. خیلی دوستتون دارم، فداتون برم الهی. فیلمای بعدی ما رو دنبال کنید، یادتون نره چنل ما رو حتما سابسکرایب بکنید، کامنت فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. اگر ویدیو هم دوست داشتید لطفا یه لایک کنید. خدا نگهدار.